داداش امروز با این دختر کراشم بالاخره قرار گذاشتم. ایول چه خوب. آره ولی تو که میدونی من اصلا بلد نیستم صحبت کنم. یکی داداش کاری نداره، من بهت زنگ میزنم با حسوری بهت میگم تو چی بگی باهاش صحبت کن. خیلی خوبه. بگو چی میل داری؟ میگه چی میل داری؟ وای نه میگیشو نگو، از طرف خودت بگو. میگیشو نگو. نه بگو چی میل داری. میگه بگم چی میل داری؟ نه اصلا ولش کن، بپرس رنگ مورد علاقت چیه. رنگ مورد علاقه شما چیه؟ من آبی آسمانی، شما چه رنگی دوست دارین؟ امیر من رنگ مورد علاقم چیه؟ وای داداش من چه میدونم رنگ مورد علاقه تو چیه. بگو قرمز. من قرمز. اصلا بپرس گل مورد علاقه شما چیه بابا، اصلا هیچی بلد نیست. گل مورد علاقه شما چیه؟ من گل یاس. شما چه گلی رو دوست دارین؟ گل؟ امیر گل مورد علاقم چیه؟ وای احمق اینجا بگو دوستت دارم. چه دوست چی؟ الو اصلا خودم صحبت میکنم. من راستش خیلی وقت از شما خوشم اومده. بابا تو چه بدشانسی، گوشی من وسط حرف با تو دزدت برد، تو هم حتما گند زدی تو رابطه. نه بابا من که کار جمع کردم رفت. این که خواهر ما خاندانته.